عبدالمولود عبداللهزاده رئیس مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی ولایت سوخت با فرمان وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی از مقام برکنار و به جای او تخمینه عثمانووا که تاکنون مدیر مرکز بهداشتی خوجند بود تعیین شده است. عبدالمولود عبداللهزاده در منصب رئیس مرکز بهداشتی ولایت سوخت همگی 8 ماه کار کرد. در یک سال آخر رهبر این اداره اینک بار چهارم است که عوض می شود. برکناری عبداللهزاده در حال صورت گرفت که او اخیراً درباره با علامت‌های کرونا ویروس بستری شدن 4 نفر و با علامت‌های التهاب شش تحت معاینه قرار داشتن 15 نفر دیگر را در ولایت سوخت خبر داد. عبداللهزاده از جمله گفته بود که یک شهروند عربستان سعودی با نام منصور علی قاسمی را با نشانه‌های بیماری کرونا ویروس در شفاخانه کسلی‌های سرایتی خوجند به کرانتین گرفتند و 3 کارمند مهمانخانه شهر بوستان را که با او در تماس بودند نیز به کرانتین فرستادند. سر و صداها درباره بستری شدن 19 نفر با علامت‌های التهاب شش و کرونا ویروس در ولایت سوخت و 13 کارمند سازمان ملل در دوشنبه در حالی بود که مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان از اول سال جاری پایفشارانه هر روز گزارش می‌دهند که در شبانه روز آخر در جمهوری تاجیکستان یگان حالت نو گرفته شوی شهروندان به بیماری کرونا ویروس نو کووید 19 به قید گرفته نشد. ادعایی که کم کس باور میکند. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان بیشتر از 13,000 حالت گرفتاری به کرونا ویروس و 90 حالت مرگ از این ویروس ثبت شده است، ولی منتقدان این آمار را و همین طور ادعاهای مقامات درباره گویا در 5 ماه اول سال 2021 آشکار نشدن یگان حالت نو گرفتاری به کرونا ویروس در تاجیکستان زیر شبهه میگذارند و بر اینند که مقامات مقیاس و دامنه واقعی پنشوی این بیماری را در کشور به کدام دلیل ناروشن از جامعه پنهان نگاه می‌دارد.